شما به دردم نمیخوره. تنه درخت کتاب داد؟ یعنی چی؟ تو ویدیو هم هست بچه ها رو. یادتون نره بچه‌تون بگین چه اتفاقی افتاد، چیکار کرده، چیت زده نزده. بچه ها من سرور مال من نیست پس نمیدونم چیت بزنم. اما قابلیت چیز زدن داری، من بهت دادم. دادی؟ بزنم ندادی که. اما فعلا برداشتم ازت، من بهت اعتماد ندارم. نه ندادم. به چی شد؟ خب فکر من کنم بهتر برای برگردم. شما یکم ویدیو حوصله سربر شده باشه. اگه تنها کاری که تا الان کردم این ور اون دویدم به اون ور، اینو گذاشتم اون ور. اما من حس کنم من دارم برگردم ایده بهتر. پردازی میکنم برای خودم. میتونم مثلا فنس میتونم اینا چند تا درست کنم. بازی نشته. بگیر بخواب. بخواب. نمخواه. چی شد؟ میگیری میخوابی یا نه؟ تختم این یوتیوبه، نمیتونم کار بدی بکنم. صبح شد و روز تازه. خب کار تموم نشد آقای علی؟ نه. من احتمالا شیدرم بزنم، میگم خالی شد بازی. بعد الان تنها دلیلی که من اینجا اومدم چست رو گذاشتم پایین داخل زمین بی که میخواستم دلیل. که زیبا باشه، کم قشنگ تر باشه. اصلا چیزی توش مخفی نکردی. داخل زمین نه زیر زمین، یعنی بلاک توش نذاشتم. همین دیگه. اوه اسکلوت. جک؟ یوپ. ای. جک پیدا کردی؟ راست می جک پیدا کردم. هی میتونم اجازه هست بیام اونجا؟ نه. در هر حال اومدم دیگه. چه خبره اینجا؟ اوه اندرخر شنیدم. اندرخر کجایی؟ بیا بیرون، کاریت ندارم. یاد رو درخت نیسته؟ آهنگ چیز افتادم. خرگوشه بود. کاری ندارم من خرگوشه بیاره بدم. بله. اوه یک کیو آهن دارد. علی جان بیا اینجا، بیا دنبالم، کیوی برایت پیدا کردم. من ماین انجام میدم، منم به کارم میرسم. تو هم فایت، یا من فایت انجام میدم تو ماین. اوکی فرقی نداره. خیلی فرق. ولی فرق داره همین شکلی. اوه هر چقدر تونستی این برگ درخت رو جمع کنه. جیبم پره وگرنه جمع میکردم. میتونی بیایی با هم راه بیای خودت جمع همین کن. کار دارم میکنم. اینا رو بعدا برامون نیاز میشه. اوه اندرخره رو دیدم. اندرخر اندر ولی اون اندر چقدر کوچولوه آخه. تو گو خوردی. کجایی یوشی؟ سگ استخون داری؟ استخون 4 تا دارم. خب بیا پیش من که فعلا دنبال اندرخرم. یعنی سگ مهم نیست؟
سگ واسه خودم مهمه. من دارم میایم. الان نمیفهمم داری اینجا چیکار میکنی؟ بلاک کار گذاشته میکنم دیگه. یه قارچ بدبخت از مثلا نصف کرده. سگ کوشش ما عقب‌تر بریز. پایین اون چیز درازه. کو اینا بیل کردم اومدم بالا به هیچ دلیلی. خب اینجوری بهم بگی آخه میتونستی بپرسی. آپو با اولین تیکه چوب یا چوب یا حضرت اولین تیکه بچه ها من میدونم اینو تو ویدیو علی جانم گفتم، ویدیو آقا علی هم اینو بهتون گفتم، اما اگه میخوایم بدونید اوضاعش چه قراره و اینا میتونید برید ویدیو علی آقا رو ببینید، کیف کنید خودتون. ای فکر کنم کار میکنه، حیف شد نکرد. خب علی چه میکنی؟ امروز داری بیلد میکنی؟ من که قراره بچه اسپویلر به احتمال زیاد من قراره از این شهر برم. برم یه دنیای دی زندگی کنم. اگه رفیقای شفیق دیگه‌مون بیان یا یکی از شما بخواد به سرور ما بازی کنه، فکر نمی‌کنم کسی دلش بخواد. روحیه رو خراب ویکتور کنه. یه کاری میکنی؟ چیکار بکنم؟ چوب بیار، چوب سنگ بیار واسه. من برم جلوتر بسازم تو بیا. یا حسین چقدر پر لیلیپده. اینه بودی فارم داره لیلیپد، همین چیزای زمین. واسه بیا کنار بیا کنار بیا کنار بیا کنار کنار نکن. اگه بتونم کلیک کنم. ای دهنت سرویس. ای دماش من دماش خودم میاد. دو 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 دو. خب بچه به نظر من این قرار خیلی طول بکشه، پس این قسمت ویدیو رو من و علی کم اسپیدابش کنیم. علی جان یه بلاک به سمت چپ باید بری. اوکی. اون بلاکایی که گذاشتی رو بکن، بلاک به سمت چپ بیا. ما اینجا رو اسپیداب میکنیم. خب بچه ما اینجا ساختیم، اون مستطیل شد، خیلی خوشگله و این یه دیواره بچه. اوکی یه دیوار. آره دیوار میکشیم بالا، یه جا در میذاریم چه کامل خونم سیفه. حالا بریم ما اینو اوکیش کنیم و برگردیم. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو لذت کافی برده باشید. لایک کامنت دابل کردن فراموش نشه. جوین سرور روبیکامون بشید. با ویکتور میشینیم اینا رو
اوکی میکنیم، دیوار رو میکشیم، خونه رو صاف میکنیم، همه کارش رو میکنیم و تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.